برای سینما باید همیشه مبارزه کرد و این مبارزه ادامه خواهد داشت تا فیلمسازان مستقل بتونن کار خودشون رو بکنن. ببین با من چیکار کردی؟ کثافت اشغال. اقبال پا قشنگه. خدا تعالی این کشتی جواب نخورده. خب این فیلم از طرف ایران معرفی نشد و نهایتاً از طرف فرانسه که تولید مشترک با من داشت معرفی شد. پا قشنگه رو پیدا کردن. اون موقع اینم بگم، اون موقع ببخشید قبل از سوال، اون موقع توی محله برگزار میشد که خیلی فضای گرمتری بود، یه محله شهری بود. ولی وقتی این همچین حکمی رو به من دادن، من از نظر روانی یک مقدار به درون خودم رفتم. حالا هر فکری میکردم، هر ایده‌ای به ذهنم میرسید، محور خودم بود و خودم رو درونش میدیدم. انگار میخواستم بگم که سینما رو هیچ طوری نمیشه جلوش گرفت و فیلمساز راه پیدا میکنه که حرفش رو بزنه. خب هر جا یه مشکلی داره، یه جا مسئله اقتصادیه، یه جا مسئله سیاسیه و همینطوری مشکلات فراوون، ولی فیلمساز کسی که بتونه راه حل پیدا کنه و فیلمش رو بسازه. خوشبخت‌ترین زمانم زمانی که فیلم می‌سازم و سخت‌ترین زمانم اینه که نشستم و منتظر ساخت فیلمم. این هم راه رو بلده، هم زودتر میره. بگو چرا موبایل تو اصلا خاموش کردی؟ من قدرتم رو از خانومم میگیرم. به خاطر اینکه هیچ کاری دیگه بلد نیستم، اگه فیلم نسازم خانومم منو طلاق میده.